گفتاری ادبی را از سلسله رادیو تئاتر سر می کنیم. شنوندگان عزیز، حالا قسم یکم رادیو سپیکتاکل را از روی رمن استاد صدرالدین عینی غلامان به سمع شما می رسانیم. رول ها را ارتستان تئاتر اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاخوتی و ارتستان تئاتر دولتی جوانان تاجیکستان به نام محمود جان واحدف اجرا می کنند. موسیقی اعظم سالیف، برنده عبدالقادر منیازف. صحرای وسیع، بیابان خوش، خامه های ریگ روان و گیاه های ریگی سلند، شوره، خارشتور، کور، یوشان منظره های طبیعی آن بیابانند. در یک جای این صحرا یک رباط وسیع به نظر می نمود. در روبروی دروازه رباط در درون آن یک خانه سیاه جداگانه، یک پیرمرد 70-75 ساله بر روی قالینچه جای نماز پرنقش و نگار نماز خوانده ایستاده بود که به نظر کسانی از دروازه رباط در آینده اولین بار آن پیرمرد نمودار می شد. پیرمرد هنوز در نماز بود که از دروازه رباط چند سوار در آمدند. وقتی که آنها اسب‌هاشان را می بستند، از درون یکی از قطارخانه های سیاه یک زنی پیرسال برآمده بی آنکه رسم سلام و پرسپاس ترکمنی را ادا کند: اله آمین، الله اکبر. سردار، از جوانان یگان خبر هست یا نه؟ اگر زنده باشند غازی شده می آیند. اگر با فرمان خداوند اجلشان رسیده باشد شهید می شوند. پرسیدن چه حاجت است؟ اله آمین، الله اکبر. پیرمرد نمازش را خوانده تمام کرده فاتحه خواند. عبدالرحمن سردار، بیا درایتان. السلام علیکم. و علیکم السلام. پیش سردار و از دنبال او جوانان قطار شده در آمدند.
پرس سردار پرس. از شما آقای خلیفه. از تو تی بیابان کرده با خضر و الیاس واخورده آمده ایستاده ای؟ نه از شما بنده نیک خدایید. شب و روز به نماز و نیاز مشغولید و باز اینکه کلان سال هم هستید. خب صحت سلامت هستید؟ خدا را شکر. مال و اشیا، خرد ریزه، ده و دیار، قوم و قبیله شکر. خرد و کلان سلامت هستند؟ شکر. شما چی؟ صحت هستید؟ سلامت هستید؟ خرد و کلان همه خوش آمدید سردار. خوش آمدید جوانان. مرحمت. اله آمین. همه اتان صحت سلامت باشد. آمین. الله اکبر. پیرمرد بر دیوار خانه سیاه دست دراز کرده یک خلطچه سه چشمه‌ای که از چیرکینی رنگ اصلیش معلوم نمیشد گرفته و یک چشم آن دست انداخته از آنجا یک مشت تماکو برآورده به سرخانه چلیم شکم کلانی چوبی چارمغزی خیوگی پخش کرد. یکی از آن جوانان که از همه پایانتر نشسته بود از جایش جسته خیسته از گلخن یک دو لخچه آتش را گرفته بر روی تماکو نهاد. غیر از پیرمرد همگی چلیم کشیدند. رفته چخچخ در بالای کارهای دنیایی گذشت. پیرمرد سخن خود را بر بالای ویران شدن زمانه و پریدن خیر و برکه آورده گفت: ندانم به درگاه الهی چگونه ناشکری کرده بودم که پارسال از سرما و باران همه حیوانهایم تلف شدند. اکنون زندگیم تنها به قالین بافی ماند. این کار هم برکه ندارد. من در زمانهای پیش پشمهای از حیوانهای خودم رویده را به 8 نفر زنم که 4 نفر آنها صوفی و 4 نفرشان نکاحی بودند، قالین، خرجین و دیگر چیزها بافانده روزگار خود را به خوبی می‌گذرانیدم. راست. سال گذشته یک بی‌اندیشگی کرده از آن زنان نکاحی هم باز 2 نفرشان را به صوفیگی برآورده به بدل 15,000 تنگه بخارایی 2 دختری جوانی زیبا پیکر دیگر را نکاح کرده گرفتم. من گمان داشتم که بعد از آوردن این دختران کار من بالا خواهد گرفت، لیکن افسوس که به نشد، بدتر شد. زمستان سخت آمد، خیلی سخت. تمام حیوانهایم مردند. حالا نه تنها در خودی من، حتی در سر تا سر چولی ماری پشم یافت نمی شود. اکنون من این 10 سرزن را گویا مفت رایگان پروا می کنم. راست است. در من هم همین گونه احوال روی داد. اما من از زنهای صوفی کردم 3 نفرشان را پیش کرده فرستادم. با همین تدبیر خراجات روزگارم را یک قدر سبو کرده گرفتم. من هم عاقبت مجبور می شوم که همین تدبیر را به کار برم. همین طور است برادرم عبدالرحمن. ما قدری دوران شاه مراد سریع را ندانسته بودیم. درست. در آن وقتها اگر امروز 500 گوسفند را سرما زند یا به سبب آنها بیمرند، فردای آن روز به جای آنها 1000 گوسفند دیگر می آمد. چه زمانی بود. از ترس تاختداز شاه مراد عسکر شاه در سرحد خودداری کرده ایستاده نمی توانست. راست. در آن وقتا برای ما این طرف تا مشهد و آن طرف تا قوزین راه گشاده بود. گگناری دوباره با قندچای غلیظی از بالایش چلیم کشیده شده نشعه پیرمرد را خیلی بالا برداشته بود. خب به همینش هم شکر. فرزندانم هستند، برادرم هست.
تکیه به کرم الهی نموده آنها را به طرف استراباد فرستاده بودم. اگر خدا لطف کند یگان کار کرده می آیند. خلیچ آقا، دوران تو یک زمانی پرخیر و برکه بوده است. تاخت و تاسهایی که ما با راهبری تو میکردیم به اسیر و غنیمت نمیماند و در آن وقتها یگان سفرمان به خطر دچار نمیشد. در آن وقتها مالخانه ها ما با گوسفند، رباط ها با غلام پر بود. انا از بازی که تو ترک دنیا کرده گوشنشین شدی، خیر و برکه پرید. امروز ها غلام تاخته فروختن آن طرف استاد، مجبور شدم که خودم به خودم غلامی کنم. در روزهای آخر از دنیا تماما دلگیر شدم. بنابراین به پیش آقا رفته یک قدر چق کنیم، مشورت کنیم. گفته جوانها را از دنبال خود کشیده به پیش تو آمدیم. خوب کردید. خوش آمدی برادرم. هر وقت تو را به دعا یادآوری دارم. تشکر. یگانه مصلحت و نصیحتی که به تو میدهم این است که هرگز ناامید مباش. رحمت. ناامیدی کاری شیطان است. در وقتی که تنی پرقوت، دلی پرغیرت داری کار کن. تشکر آقا. کارنامه ها نشان ده. قوت و غیرت باشد برای مرد دنیا تنگی نمی کند. مثلا از روی شنیدم در روزهای آخرین در افغانستان ویرانی روی داده است. جنجال هایی که در میان فرزندان تیمورشاه، شاه زمان و شاه محمود شده ایستاده است، سرحدهای مملکت را بی صاحب گذاشته است. خیر. از این جمله طرفهای هرات هم بی پاسبان مانده است. انا به همین طرفها یک تاخت تاز نموده طالع آزمایی کردن در کار است. کرامات کردی آقا، کرامات کردی. خودم هم همه روزها به طرفهای هرات نیتی سیاحت داشتم. و پیش تو آمدنم هم برای در این باره با تو مشورت کردن بود. تو چیزی در دل من بوده را یافتی. تو بیشک ولی هستی، ولی بر حق. سفری هرات مقرر گردید. عبدالرحمن سردار پس از خالی کردن چاینک آخرین از خلیفه فاتحه پرسید. اله آمین. اله آمین. به دست در آرید، به دست نفتید، پخش کنید، پخش نشوید. خضر و الیاس یارتان، چار یار مددگارتان باد. آمین. الله اکبر. الله اکبر. در مضافات هرات در لب آب هررود از طرف یک عائله یک باغ کلان آباد کرده شده بود. اطراف این باغ با 3 پاخس دیوار گردانده گرفته شده، سری دیوار هم خاربست کرده شده بود. با این تدبیر میوه آن باغ از دستبرد راهگذران ایمن گردیده بود. صاحب این باغ حسن بود.
اولین صبح روزهای تیر ماه، هنوز روز سفید نشده بود، هنوز گنجشکان از خانه اشان نبرآمده بودند، اما بچگانی که هر روز تا چاشتگاه می‌خوابیدند، امروز با شوق باغروی در قطار کلانان در تاریکی روز از خواب بیدار شده، مادرانشان را برای زودتر تیار شدن به سفری باغ یاری می‌دادند. رحیمداد 7 ساله که از همه دیرتر بیدار شده بود، مادر خودش رعنا را کاهش می‌کرد. اوچه جان، برای چی مرا زودتر از خواب بیدار نکردی؟ پسرک به جواب مادرش منتظر نشده، خواهری 3 ساله اش زیبا را از خواب بیدار کرده. اوکا جان، تستر از خواب خیست، با باغ می روه. من با تو گنجش بچه داشته می دیهم. اکا جان، حاضر ده؟ نه، اول تو از خوابت خیست، بعد من با تو می دیهم. تیاری تمام شد. زنی حسن زلیخا پسرچه شرمکانش فاروق را به پشتش بست و دخترچه 3 ساله اش خدیجه را به کنارش برداشت. زنی حسین پارسال به اسیری افتاده دخترچه 3 ساله خود زیبا را به دستش برداشت و میخواست که از دست پسری 7 ساله اش رحیمداد گیرد، اما او اطاعت نکرد. مادر جان، من زودتر به باغ می روم. مایلش پسرکم رفتنگی. راه دور نبود. با وجودی به آهستگی رفتن، تخمینا در 1 ساعت به باغ رسیدند و در رو به کار در آمدند. رحیمداد را هم که برای گنجشکداری به باغ آمده بود، مادرش نمانده به کار در آورد. رعنا سبد آویزه را گرفته به بالای درخت برآمد، سبد را به یک چوقی درخت آویخته مانده، آلوها را چیده به وی انداختن گرفت. پسرم تو آلوی به زمین ریخته را یگان دانه هم نمانده چیده به قوطی انداختن گرفت. خوب شد است مادر جان. اوچه جان، من هم آلو چینم می؟ مایلش انا در اینجا 1 دانه آلو بوده است، کجا مانم؟ به قوطی انداز دخترم. کاری پگاهانی زنان و دختران خیلی با برکه رفت. فقط وقتی که چاشتگاه کلان رسیدن گرفت، در آنها علامت گرسنگی و ماندگی نمایان گردید. اکنون وقت نانخوری و دمگیری رسیده بود. لیکن از سردار خانواده، از حسن درک نیست. عجبا او کجا رفته باشد؟ الهی به یگان فلاکت گرفتار نشده باشد. این گونه وسوسه ها از همه زیادتر دل زنی حسن را بی‌ضابطه می کرد. در همین وقت حسن در آمد. ها دادیش، چی شد به شما؟ کجا رفته بودید؟ خدا نگاهداری کند. شیطان به دلم چی گپ هایی آورد؟ قریب بود که دلم از وهم کفت. چی می شد؟ به باغ شاهی مردان رفته بودم، با آنها گپ کرده ماندم. آوازی نافارمی جغزک شنیده شد. زنان آواز این مرغ را شم شمرده به ترس افتادند. در همین وقت از طرف پشت حسن، چنان که در جنگنامه ها به رستم نسبت می دهند، زمین و آسمان را به لرزه آورده آواز برآمد. دست پای یک گلتا را بلده، آگوزتا را نبرارید، وگرنه همه آدان کشته می شود. حسن به پس خود نگاه کرده 50-60 قدم دورتر یک ترکمنی بلند قامتی لاغرندامی میان سالی، ریشماش و برنجی سیاه چهره‌ای، چشم و ابرویش سیاه را که موی لب‌هایش تگ و بالا تمام تراشیدگی بود دید. این ترکمن به دست راستش شمشیری برهنه، در کتفش میلتیق و در کمربندش ریسمانها را حلقه کرده آویخته مانده بود. به طرف حسن استهزاکارانه نگاه میکرد. ترکمن با آوازی که از اولیش هم هیبتناکتر بود گفت: مگر نشنیدی؟ مگر گوشت کر است؟ دیگران را بند و خودت را بندان میگویم.
خان سردار، در من هیچ یک قوت و هراس نمانده است. مرحمت نموده خودتان بندید. این طور باشد دستانت را بالا برداشته، پنجاهایت را از آستینهایت برآورده فرق بیا. حسن لرزان لرزان و جان کنان به پیش ترکمن رفت. ترکمن یکی از چلبورهای در میان بندش آویخته را گرفته دستان حسن را به پشتش محکم بست و با یک ضربه قنداق میلتیق او را به زمین خوابانید. پس از آن که به پیش زنان، دختران و بچگان که به طرز خرگوشان خود را از گرگ پنهان کرده در پشت درختان خزیده بودند، رفته دست آنها را هم با روی مال خودشان بست. آوازتان را نبرارید. اگر فریاد کنید یا برای گریختن حرکت نشان جهت، همتان کشته می شوید. تا باز آمدنی من دم بخوابید. پس از نیم ساعت ترکمنی مذکور تبسم کنان لیکن دندانهایش را به هم فشرده به پیش اسیران خود نمودار گشت. چون رحیمداد درخشیدن شمشیر ترکمن را که با عکس آفتاب از بین برگ درختان به وی افتاده می درخشید، یک باره ترسیده چه راست زنان فریاد کرد. آوازتان را نبرارید. این کرداری بچه بی ادب غضب ترکمن را برانگیخت و او با یک جستن به بالای سری بچه رفت. مگر خاموش نمیشوی؟ میخوایی که سرک را ببرم؟ ترکمن دمی شمشیر را به نزدیکی جلوی بچه برد و برای آنکه بچه این حرکت را یک ترسانیش خشک و خالی گمان نکند، نوک شمشیر را به نرمی گوش بچه رسانده آنجا را قدر چاک کرد و نوک خونالود شده شمشیر را به بچه نشان داد. مگر نمیبینی این خوری تو است؟ حاضر اندکش را ریختم. اگر بگب گوش ندی همه خونت را میریزم. در آن وقت مرده میمانی. میفهمی مرده؟ خزد پیش دروید از باغ براید. بندیان از باغ برآمدند. در پیش باغ 10-12 نفر بندیان که از باغ‌های دیگر به دست افتاده بودند دست بسته می ایستادند. اسب‌های ترکمنی دراز پاچه گردن دراز فراخ سینه میان و صغری باریک که در پس زینهاشان به جای بکتر توقمچه زده بودند به درختها قطار قنطر کردگی بودند. 2 جوان ترکمن سوار می ایستادند که یکی از آنها یک اسب جرندی کلانی ترکمنی را از گلفزارش گرفته نگاه داشته می ایستاد. ترکمنی که خانواده حسن را از باغ پیش انداخته برآورده بود به همین اسب یتکی سوار شد و به جوان ترکمنی در پیش خودش ایستاده گفت: برادرم اسب‌ها را کشا و غلامان را سوار کرده بند. جوان اسب‌ها را کشاده به هر کدام آنها بندیان را 2 کسه و 3 کسه بار کردن گرفت. با چلبورهای مویبوزی پاهای آنها را به زیر شکم اسب محکم بست. حسن نزدیک آمدن زمان جدایی ابدی خودش از یار و دیارش را پی برد. او با نگاهی آخرین حسرتناک به طرف باغ خود چشم انداخت. با برآمدن صدای هشتک از طرف دیه 2 نفر و از طرف تجن 2 نفر، همگی 4 نفر ترکمن رسیده آمدند. یکی از این آمدگان به سردار نگاه کرده: آقای سردار، طرف هرات آرامی است. از عسکر و از مردمی کفتردار هیچ اثر نیست. نه از کاروان و نه از رونده آیندگان علامت نیست. اینها پاسبانان بودند که سردار آنها را به طرفهای راه هرات و تجن برای دیدبانی فرستاده بود. سردار بعد از آن که پس و پیش را باز یک کرد از نظر خود گذرانید فرمان داد: جوانان، های کنید! های کنید! های کنید!
دو جوان دو قطار اسب پنجتگی را که به آنها بندی ها بار کرده شده بودند به یتک گرفتند. سردار پیش پیش و 4 نفر جوان 2 نفری از دو طرف بندیان افتادند و به همین حالت اسبان خود را ریزه چارپا کنانده به راه در آمدند. در رباط قلیچ خلیفه زنان در قالین بافی مشغول بودند، لیکن دست و پنجه بیبی چارگل به کار نمی رفت. هر زمان زغوطه پود از دستش می افتاد و ریسمانش کشاده شده رفته به خس و خاشاک زمین می آلید. چارگل ربه به تو چی شد؟ چرا کار تو برکه ندارد؟ مگر تو نمیدانی که از سری من و از سری مانندی من زنانی بی فرزندی به صوفیگی برآورده شده چی ها می گذرد؟ امروز جهانگل و توتی را پیش کرده باشند، فردا برای نیامدن این حال به سری من کی کفیل شده می تواند؟ تو زنی هنرمند کار کن هستی، برای پیش کرده فرستادن تو دل خلیفه راضی نمی شود. در وقتی که تمام حیوان ها مرده است و در تمام چولی ماری یگان چنگال پشم یافت نمی شود، از هنری من به خلیفه چی فایده؟ اگر مملکت سیری و پوری می شد، از برآورده پیش کردنش هم نمی ترسیدم. هنر که دارم، یک دهان نان را از هر کجا می یافتم. اما اگر همین وقت مرا برآورده پیش کند، از قوت لایموت، از یک زغارچه هم که در آنجا می خورم جدا می شوم. در آن وقت غیر از در گرسنگی مردن چاره دیگری نخواهد بود. تو را خلیفه به چند تنگه خریده بود؟ با 5000 تنگه و 1 سر شتر. خودت هم به خلیفه خیلی به قیمت گران افتاده بودید یا؟ از گران قیمتی من به من چی فایده و به خلیفه چی ضرر؟ من از پدری خود صغیر مانده بودم. عمکم مرا به خلیفه فروخته خورد. من در وقتی که به در خانه خلیفه آمدم 15 ساله بودم. حاضر به 35 در آمدم. یعنی برای خلیفه 20 سال نوری چشم ریخته کار کردم. 5 سال این 20 سال را من نکاحی با خلیفه گذرانیدم. تا 20 ساله شدنی من خلیفه باز یک چند دختر خریده گرفت. به صوفیگی برآمده ماندم. تو 1 سال در نکاح خلیفه استاده به زودی به صوفیگی برآمده باشی هم خوشبخت هستی. تو حسن حسین 2 فرزند داری. شکر. تو از ترسی برآورده پیش کردن در امان هستی. در بدل 5 سال از من 2 فرزند شده باشد هم هر دوی آنها در 1 روز از نغزک مردند. من در قطاری بی فرزندان در آمده ماندم.
زنی بی فرزند عاقبت پیش کرده می شود. من پیش کرده می شوم. وقتی که پلنج چارگل در جواب سخنان معقول او درمانده به اندیشه افتاده بود، از یکی خانه های سیاه یک زنی کهنسال برآمده او را جیغ زد. چمن باغ؟ چمن باغ؟ چمن باغو؟ ها لبه اینجا بیا. چمن باغ جسته خیسته به سوی آن خانه سیاه نگاه کرده رفته به آنجا درآمد. از بشره آن زنی کهنسالی که او را جیغ زده بود علامت اندیشه نمایان می شد. قمری بیبی مرا جیغ زده؟ چی خبر است؟ هرچی خاطر جمعی است؟ نسبت به خلیفه خاطر جمعی است، اما همه خیال و هوس من به طرف پسرانم بند است. از آنها خبری نشد و حال آن که از روی حساب تخمینی باید هفته گذشته می رسیدند. مرا برای چی جیغ زدی؟ در واقع قریب بود که از یاد برارم. من چند روز باز در غم پسرانم افتاده از کارها خبر گرفته نتوانستم. در روزهای آخر کارهای بافندگی در پس رفته است. گفته دیروز پیرکی مرا کاهش کرد. نخود. اگر حال همین باشد اینها به آن که کاری را برارند غله های در انبار و کنار مانده را خورده تمام میکنند. گویان اظهار دلتنگی نمود. پس از این به هر کدام از زنان زیاده از یک زغاره چیزی نده گفت. چارگل را هم پس از بافته تمام کرده دادنی کاری در دست داشتش های کرده میفرستانیم گفت. نخود. حالا در من هوش و هوای نمانده است. تمام هستیم به پسرانم بند است. اکنون تو چشم من شده رفتی. کار را دیدبانی کن. به چارگل تو را پیش نمی کنن گفته دلش را پر کرده او را به کار هوسمند کن. حاضر رفته صاحب جمال و ینقاقل را پیش من فرست. خوب شده است. خوب شده است. حاضر. پس از 10-12 دقیقه از در خانه سیاه دو دختری 15-16 ساله در آمده به قمری بیبی که بخچه اش را کشاده پوشاک‌های فرزندان غایبش را از نظر می‌گذرانید با یک تعظیمی ساخته سلام داده راست ایستادند. بشینید پلنجه ها. بشین صاحب جمال. بشین ینقاقل. خوش به من نگاه کنیتان. روحای پژمرده به طرف او نمی گشتند و چشمانی پر آب شده به وی نمی افتادند. به من نگاه کنیتان میگویم. خلیفه شمایان را به چند تنگه خریده گرفته است؟ گپ زنید. وقتی که این پرسش قمری بیبی هم بی جواب ماند او به سوال خود جواب داد. برای خریده گرفتن شمایان خلیفه 15,000 تنگه صرف کرده است. غیر از این برای پوشاک، خوراک و دیگر احتیاج های شما هم سناج تنگه خرج کرده ایستاده است. این را شما دانستمانید که خلیفه اینقدر پول را برای شما را به خودش زن کردن صرف نکرده است. برای خلیفه 75 ساله که 8 زن عبدول و کوشاد بر این فرزندان برکمال بهادور گل جمال و زهره ینقاق بر این دختران قدرس و خرد و کلان 5-6 نبیره دارد. زنی جوان در کار نبود؟ خلیفه شما را برای کار کردن قالین بافاندن گرفته است.
شما باشید هر دویتون در مدت 2 ماه یک قالینچه جای نمازی دوگزی را هم بافته تمام نکردید. اگر شما این گونه کار کنید، کار کردتان جای زغارچه خوراکواریتون را هم پر نمی کند. دختران این همه سخنهای لچک و پوستکنده قمری بیبی را گویا که نمی شنیده باشند خود را به نادانی زده گوش می کردند و هنوز هم به طرف او نگاه نمی کردند. قمری بیبی دید که به آنها سخنش تأثیر نمی کند، آنها را راند. روید خوبتر کار کنید وگرنه خلیفه از شما راه این گونه نقارگیری را می داند. تستر زمین به کامش فرو کشد خلیفه تو را. بمانندی تو بیبی سرکارش. روید. زنی کلان قلیچ خلیفه قمری بیبی زیاده در تشویش بود. از فرزندانی برکمالش عبدال و قوشاد که همراه عمکشان اوراس سردار به طرف استرآباد رفته بودند هیچ خبر نبود. از نزدیکانی به سفر رفتگان تنها خود قلیچ خلیفه بود که مانند پیشتر آسوده رو به قبله نشسته تسبیح می گرداند. پسران قمری بیبی عبدال و قوشاد عمک آنها اوراس سردار با خود تخمیناً 500 سر گوسفند، 20 سر شتور قطار که همگی پربار بود و قدر 20 نفر غلام و کنیزک که به اسبها بار کرده پاهاشان را به شکمی اسب بسته بودند گرفته آمدند. مسافرانی از طرف هرات آینده هم رسیده آمدند. البته آنها عبدالرحمن سردار و همراهان او بودند. گوسفندان را کشتند، دیگها را شیناندند، تنورها را افروختند، شوربای سیر روغنی لب چسب و زغاره گرمی دستسوز را تیار کردند. چی میگویید که همه جا روغن، دیگها هم روغن، چومچه ها هم روغن. این در یک طرف. در طرف دیگر به یک چقوری که حوضوارش کنده برای طویله حیوانات تیار کرده بودند غلام و کنیزکان را درآوردند. غازیان که به غارتگران ظفر یافته قلیچ خلیفه همین لقب را داده بود این شب را با خنده و بازی و خوراخور گذرانیدند. یک بخشی که خبری ظفر را شنیده آمده بود در سرگذشت آنها داستانها و سرودهای نو بافته سرود و از طرف قلیچ خلیفه، یک سر گوسفند و از طرف عبدالرحمن سردار همشیره رحیمداد زیبای 3 ساله را مکافات یافت. فاجعه حقیقی اکنون سر شد، زیرا اکنون جدا کردن پدران و مادران از فرزندانشان، زنان، شوهران، برادران و همشیرگان از یکدیگرشان لازم بود. چشمها به جای اشک خون می ریختند، گلوها به جای آتش می فشاندند. غازیان گریه و زاری اسیران خود را قدر با خنده و تمسخر گوش کرده ایستادند. قمر بابا به اسیران سنی هراتی اساسهای مذهبی شیعه را یاد داد. زبان کسانی که با لهجه ایران نمی گشت تافته شد.
حتی به زبان رحیمداد 7 ساله که به این لهجه هیچ نمیگشت عبدالرحمن سردار بیگیز درفش خلانیده گفت: ای بچه ایشوم، هیچ گردن تابی و ناهده برای نشانه داده چیزهایی را که به تو یاد میدهند آموخته گیر. اگر باز گردن غفصی کرده به سخن گوش ندهی، نه اینکه تنها زبانت را کشیده میگیرم، حتی سرت را هم کنده هوا میدهم. زود باش، هر چیز را که قمر بابا نشان میدهد با آموختنی وی کوشش کن، فهمیدی؟ وقتی سفری غلام فروشی رسیده بود، هر کس غلام و کنیزکان خود را گرفته به طرف بازاری که برای او مجلس مشورتی غازیان تعیین کرده بود به راه برآمد. بعضی هاشان به طرف بخارا، بعضی هاشان به طرف خیوه، بعضی هاشان به طرف قرشی و صحر سبز نگاه کرده رهسپار شدند. بخشی که زیبای 3 ساله به خودش بخشیده شده بود به تاجران آدم که به طرف قرشی رفتگار بودند به طرز امانت سپرد. عزیزان گفتند که اگر در کاروان سوداگران امانتی باشد و اهل کاروان با آن امانت خیانت نکند، بله، این کاروان از خطرها ایمن خواهد ماند. کار جوشیده بود. یک سوار اسب خود را کف کننده دوانده آمده در پیش دروازه سرای از اسب فرآمد و به در یک حجره رفته به کسی که در آنجا 4 زانو نشسته بود تعظیم کنان سلام داد. آن شخص به جای آن که به سلام سوار جواب گرداند پرسید: سلام علیکم. مگر نزدیک رسیدند؟ ها، نزدیک رسیدند. تا 2 ساعت دیگر باید رسیده آیند. خوش، تو به کاروان در کجا راست آمدی؟ من آنها را در پیکن پیشواز گرفتم. از شما سلام رساندم. مرا به خدمت شما فرستادند. گفتم بسیار خرسند شدند. اکرم بای قدردان دیرینه ماست. اگر تشویش کشیده آدم نمی فرستاد هم ما بغیر از سرای وی به دیگر سرای نمی فرآمدیم گفتند. پس از آن با همراهی کاروان تا 4 بکر آمدم. اهل کاروان برای شستشو کردن دست روی و پاکیزه نمودن سر و لباسشان از گرد و غباری را در آنجا فرآمدند. کاروان باشی سرای را تازه و آزاده کرده مانتان، آدم های بیگانه را از آنجا برارتان گویان مرا گسیل کرد. مالهاشان بسیار است؟ خیلی بسیار است. قریب 50 شتر سیب، 1 چند شتر دگ های چویان، آفتابه های چویان و دیگر اسباب و آلات های آهنین و 1 چند شتر صندوق قلعگی. همگی باید تخمینا 200 شتر مال باشد. هیچ یک از این مالها را به سرای ما نخواهند فراورد. همه آنها از جمله مالهایند که به سرای اورگنج فراورده می شوند. از آن مالهایی که به سرای خودمان دخل دارند گپ زن. از مالهایی که به ما دخل دارند تخمینا 25 نفر غلام و کنیزکان به نظر نمودند. بیشترین اینها زنان و دخترانی زیبا، جوانانی پرقوتی رسا و غلام بچگانی خوش سیماند. اگر درستتر شستشو کننده لباسهای خوشنما پوشانده شوند
در بازار به سر آنها طلا خواهد بارید. شخصی میان سرای نشین که از نخل سوار مصاحبه اش را به کاروانباشی اکرمبای اجاره‌دار بودن او معلوم شد، به یک بچه 16-17 ساله‌ای که بر روبروی او دو زانو نشسته بود نگاه کرده گفت: میرزا را جیغ زن. خوش تقصیر. بعد از 2-3 دقیقه از طرف درون سرای یک شخصی بزریشی موی سفید قامت خمیده نمایان گردید. در رو به بایان و غلام جلابانی تومنی غجدوان شافرکام وابکند و زندنه از زبان من یک خط نوشته آمدی کاروان را خبر دید. فهما؟ خوب شده است. خط را چنان دلچسب نوشید که خواننده آن خط به شوق آمده. هرچند مرا فکری غلام خری نیست، یک رفته آن غلام بچه و کنیزکانی خوشندام را تماشا کنم گویان به طرف شهر نگاه کرده دود. خوب تا که آدم بسیار شده بازار گرم شود. اگر بازار گرم شده غلامان به بهای خوب فروش یابند، کاروان باشی خرسند می شود. منم این طور درآمدی ما هم زیاد می گردد. چای پولی و نشعه پولی شما هم چی می شود؟ می افزاید. خطها نوشته شدند. اجاره‌دار آنها را با سواری مخصوص به تومنها فرستاد. در این وقت کاروان هم از دروازه قراکل به شهر بخارا در آمده بود. اجاره‌دار پیادگان خود را فرستاده از کدام گذر گذشتن و به کدام محل رسیدن کاروان را ساعت به ساعت خبر گرفته می ایستاد. کاروان باشی پس از آن که با اکرمبای بغل گشاده واخوری کرده یکدیگر را بوسیدند، به حجره خاصی که برای او تیار کرده بودند در آمده نشست. کاروان باشی اکرمبای را به پیش خود جیغ زده گفت: خوش، امروز خریدار نام را به سرای راه ندهید. غلام و کنیزان را به هیچ کس نشان ندهید. فردا پگاهی به جناب عالی عریضه و ساورین های ما را پیشکش میکنیم. اگر رخصتی عالی شود پس از آن به فروش خواهیم در آمد. خوب شده است. فهما؟ درست. آدم های مخصوصی کاروان باشی غلام و کنیزان را با نوبت از تهخانه برآورده به غسلخانه می آوردند. پس از شستشو به آنها لباسهای تازه تر پوشانده باز پس به تهخانه برده زنجیربند می کردند. برای شستشوی زنان و دختران خوش سیما و پسر بچگان اندام زیبا زیادتر اهمیت می دادند. آنها را با صابونهای عراقی خوشبوی می شستند. مویهایشان را با دقت تمام شانه می کردند. از موی آنها زلفها و کجکها می برآوردند. ابروهایشان را با مویچینک می چیدند. به چشمانشان سرمه می کشیدند. بر رویهایشان از نیل خالهایی ساخته می کردند. در تومن شافرکام در حولی عبدالرحیم بای کارها می جوشید. در زیر یک سابات حولی بای ترازوی کپان آویزان بود و با آن ترازو غوزه های دهقانهایی را که در نوبت ایستاده بودند برمی کشیدند. لبای بایکه این تسمه سوز شده است. خاطر جمع باشید بایکه، خاطر جمع باشید. تسمه سوز شده باشد دستی من سوز نشده است. خدا را حاضر بینید کاردوق. آنات را قمداری علمه و من تو هم برابر بای هم. بای در قیامت برای شفاعت میکند که مولی تو را بوی دزدیده میدهم. من حقا تپ برکشیده یک کف مشتک گرفتنم را میدانم. خب مایلش کاهش نکنید کاردوق. احتیاط کنید سو خطا نشود گفتم دیگه. نمیشود. پیری هر کس بکار در زمین باشد پیری ترازو داران در آسمان. ستاره ترازو در آسمان بوده است.
در ما سهو و خطا نمی شود. کنی مالی کنی یاردم کن. آفرین. بس کن نکن ارتاق. ستاره ترازو هم که پیری توست همیشه یک زل نمیگردد. اگر در ماه میزان راز شود در حمل یک لنگش بالای و لنگ دیگرش پایان می شود. در مملکت دوست یافت نشود ترازودار را به میرشبخانه کشاله کن گفتم. ترازودار سرگرمانه کار میکرد. پله بردار هم چقام بود. با آویختن زغامه پیش از آن که دست ترازودار از تسمه جدا شود او پله را از شهین کنده می گرفت. مشتکچی هم به کار خودش ماهر بود. از ترازوی آخرین غوزه هر دهقانی که بر می کشیدند او مشتک می گرفت. برای مشتک گیری او دستانش را با آستین وسیع و شخی چکمن قاقمه اش تا آرنج به زغامت قانده چنان که با بیل می گردانده باشد به جای یک مشت کمش نیم پود غوزه را به زمین می گردانید. من غوزه خودم را از یک من زیادتر تخمین کرده آورده بودم، اما در اینجا از یک پود کم برآمد. تو تخمین کرده آورده بودی، من که یک من برکشیده بودم 10 سیر کم برآمد. خیر اندکی کم برآمد. چی شده است؟ غوزه شمال خورده خشک می شود. از چاکی جوال در راه می ریزد. البته کم می شود. مگر شما این غوزه رو خریده آوردید که ضرر میکشید؟ مالی از زمین خدا داده؟ البته خدا داده. مالی خدا داده. روز بیگاه شد. آفتاب به فرو رفتن نزدیک رسید. پس از شام چراغ را در گراندند. اکنون حسابی بای با ترازودارها سر شد. بای به ترازودار برای حق مهنت آن و همراهانش و به حساب آبی همگی پول نیم غوزه را دادنی شد. ترازودار راضی نشد. باید که همین امروز 5 من غوزه برکشیده باشم از مالکی دهقانانی مهنت کش با عرقی جبین یافتند، همین کمش 4 من زده به شما دادم. باید که همین نیمه همین حق حلال من است. چی گفتید؟ انصاف کنید دهقان. انصاف دین صاف میگویند. باید که مگر این 4 من غوزه در را پول شده به کیسه من در آمد؟ این هزار خراجات هزار برد و بلا دارد. البته با بختکش پول میدهم، به تایچی پول میدهم، انوای باشترکی پول میدهم، و باشترها کنجا را گرفته میدهم. البته به جناب عالی زکات میدهم، باغ باشا باج میدهم. من پس از این همه خرج و خراجات این را بریم پرک یا تراییز که بردم میفروشم. هم تو بگید اگر در رفت آمده قلعه به دست برده قضاخانه غارتگر گرفتار نشوم این پول شده به کیسه من میدراید. تو همین قدر خراجات و تشویش ها را به نظر نگرفته، تنها همین 4 من غوزه را که دزدیده گرفته این میبینی؟ من نمیشه ادعا. پس از جنجال و خرخشه بسیاری بای به ترازودار پولی 1 من و پله بردار و مشتکچی پولی نیم من همگی 1.5 من غوزه را داده شریکان خود را از خود راضی کرد. البته باید که ببخشید فردا کار هست؟ نه فردا دم گیرید. تشکر. غوزه های امروز خریدم را فردا خودم برکشیده به پختکش ها تقسیم کرده میدیم. هر وقت که بسیار تر غوزه جمع شود به شما کس میفرستانم، آماده خدمت میکنم. البته با جان دل. خیر سلام. نوی پالوان لبای تو فردا پگاهی بیا به من یارمندی خواهی کرد. خوب. بای هم که پس از کشتن چراغ مهمانخانه شکم خود را خاریده از دنبال اینها می برآمد، از دروازه حولی سیاهی در آمدن 2-3 نفر را دید. کیستن اینها؟ که ها می آیند؟ ما غلامان یتیمان. اشور شمایان هستید. چرا از کار اینقدر بر وقت برگشتیتون؟ چگونه بر وقت؟
آدم را دیده نمیتواند و بر وقت بوده است. مگر در تاریکی در یابان کار کرده نشود. خیر بسیار وقت نکن. ای به حلاج خانه در آمده بسری حلاج نشینید. ماند حالا خوراک مروک را خوریم. حاضر از کار برگشتیم کو؟ هنوز خوراک تیار نشده است. تا تیار شدن خوراک یک کف پخته گذرانید هم فایده است. از بیکاری چی میبراید؟ غلامان از گرسنگی بمیرند. یتیمان مانده شده از جانشان سیر شوند. برای تو فایده نشود. اشور چراغ سیاه را از رفچه مالخانه گرفته برآورده به بای رو آورد. بای داده گوگرد دید این را در گیرانم. گوگرد؟ گوگرد؟ همه وقت گوگرد. مگر برای در گیراندن چراغ هم گوگرد در کار است. برابر بدرونده از علاوه آتشان چراغ را در گیرانده میدهند. برای میرزای ما یک دانه گوگرد طلای احمر است. گلفام چراغ را در گیراندنه. گلفام زود باش، کار نماند، زودتر. از درون یک زنی میان سال برآمده از دست اشور چراغ را گرفته بود. وقتی که گلفام چراغ را در گیرانده برآورده به دست اشور پس میداد، بای به وی گفت: پخته های کشیده اتان را برآوردن گیر، اینها بیکار نمانند. اشور چراغ را به خانه درآورده به چراغ پایه چوبینی که در میانه خانه ایستاده بود گذاشت. خودش به پیش حلاجی که در پیشگاه خانه بود گذشته دو زانو نشست. غلامان و یتیمان دیگر هم به خانه روشن شده در آمده هر یک به پیش یک حلاجی گذشته دو زانو نشستند. بای که به در خانه راست ایستاده چگونه کار کردن غلامان را از نظر می‌گذرانید و گلفام که سبد خود را خالی کرده از حلاج خانه می‌برآمد گفت: حاضر سر هر کسی یک سبدی پخته برآورد می شود. بعد از آش باز دو سبدی می برآورد. اینها بسیار سست کار می کنند. بسیار سست. در یک شب هر کدام اینها 3 سبد پخته را از حلاجی گذراند. خیلی گپ. و گاهی بر وقت باز به کار یابان برآمدنشان در کار است. با شنیدن این سخنهای بای، ریزاقل که در تک دری پایان به سری حلاجی نشسته بود گفت: سلامت باشید میرزا. به ما رحمخوری کرده ایستاده ایده. باز یک رحمخوری کنید. از گرسنگی دست ها نمی جنبد. تیری حلاجی نمی گردد. از این گونه کار به شما فایده نیست. فرمایید زودتر آش را برارند تا که نفس آرام گرفته دست ها به حرکت درآید. میبرارد. کار کردن گریتان. کمبغلان بیکاری دیه با شنیدن این که عبدالرحیم بای برای کشانده تازه کناندن غوزه تقسیم کرده میداده است به دری حولی او جمع شده بودند. بای دفتری خود را کشاده همه غوزه های امروز به دهقانان داده اش را جنبست کرده دید و به نبی پالوان نگاه کرده. همش 58 من شده است. های بسیار نغز. شما در ترازداری از آرتوق پس نمیمانده. نبی جان البته برای باز شدن همه حرامزادگی های دنیا را دانستم و کردن لازم است. اگر نه تنها خودی پول به سر خود هیچ کار کردن نمیتواند. حتی با دستی که دزدی و حرامزادگی نکند پول جمع هم نمی شود. این قدر که در ترازداری هنرمند بوده اید، چرا آرتوق را جیغ زده پول 1.5 من غوزه رو با آنها مهر داده فرستاده اید؟ و چرا خودتون برکشیده نمیگیرید؟ نبی تو هنوز ساده بوده ای پالان. اولان که من آرتوق را به سری ترازو مانده خودم بیکار نشستم. اگر با آرتوق پول 1.5 من غوزه را داده باشم از وی زیادتر پول را از حسابی با دهقانان کردم برآورده گرفتم. این کار را غیر از خود من کسی دیگر کرده نمیتواند. دویمان که اگر خودم به سر ترازو می ایستادم هر دهقانی که کم آمدن غوزه‌اش را برالای نمیدید از من معامله‌شان را کنده میگریخت و خوراک بایهای پختچی دیگر میگردید. حالا
هر کاری که شده باشد به گردن آرتوق. آرتوق بار میکنند من باشم یک آدمی حلال و راستی از حق مردم پرهیز کننده شده میمانم. بای با گفتن این سخنهای آخرینش خودش به نظر خودش هم یک شخصی بیناموسی ریاکاری نمود و گویا که خودش را مسخره می داشته باشد استهزاکارانه خنده کرد و اسباب حسابش را غنداشتن گرفته به نبی پالوان گفت هنوز تو جوان هستی، در این کارها تجربت کم است. حالا تو تنها در میدان گوشتینگیری برآمده چگونه غلطاندن یک جوانی مانند خودت را میدانی، اما در میدان سودا و معامله برآمده فریب دادن آدمها را آدم کارفرمایی را نمیدانی. نبی جان، مقصدی من از تماما گشاده دادن سر خود به تو این است که تو هم همین کارها را یاد گیری. در وقتی که من نباشم خودت مثل من کار کنی. تو که گماشته من شده ای، همه هنرهای مرا از آن خودت کن. در همون وقت حقیقتا گماشته ای من شده میتوانی. فهمیدی؟ خوب. در همین وقت از دروازه یک سوار در آمد که گفتگوزاری بای با نبی پالوان بریده شد. السلام علیکم. السلام علیکم و علیکم و سلام کنی. مرحمت. خوش، چگونه هستید که اینجا پای کار؟ خدا را شکر، صحت سلامت. از خودتان پرسیم. شکر. من هم سلامت هستم. در پس هر 5 نماز در حق شما و این قدردان ها دعا کرده گشتم. کاروان باشی سلامت هستند؟ شکر. پیر شده باشند هم مانند اسب جوان دویده گشتند و شما دعا و سلام گفتند. سلامت باشند. از کارگاه زنید، کارها چگونه می رود؟ کارها بد نیست، کارها درست. بایهای قرغانی وردانزه قریب کارهای خودشان را تمام کردند. کرباس، قلمی، علاچه، جامه‌های تیار بر این مالهاشان را تای بسته تیار کردند. اکنون تنها کاری پخته و مویز ماند. خیر، از شهر بخارا چه خبر است؟ کاروانباشی خودمان خط نوشته مرا به بخارا به پیش میربدل کاروانباشی فرستاده بودند. از قول میربدل کاروانباشی کارهای بایهای بخارا به 1.5 ماه و 2 ماه دیگر تیار نمی شده است. درست. هر خر موافقی خود پابند دارد گفتند. بایهای بخارا سیردستمایه خریدشان کلام، موافق همین تیاریشان هم زیادتر وقت میگیرد. بایهای تومانی ما همگی نیمچه بایند. اینها در اندک وقت کار خود را انجام میدهند. خب شترها چگونند؟ امسال شترها نقص فربه شدند. 1 ماه پیش از این جغاز پخش کرده بودند. شترهای خودتان چی طورند؟ شترهای من هم امسال خوب فربه شدند. 1.5 ماه شد که جغاز پخش کردم. بعد از خنک کردم به کار انداختیم. حاضر در میانه خشتوان و سمرقند کلتکی را میکنند. به پولی کیرا فریفته شده مبادا شترها را مانده نکنید. خودتان میدانید که سفر قلعه خیلی دشوار است. از بس که به شترهایم دلم پر است آنها را به کرا انداختم. من 20 سال باز قلعه چگی میکنم. نه تنها به ایرنبورگ و ترویتسکی، حتی به ایربیت هم رفته آمدم. در هیچ کدام این سفرها هیچگاه شترهای من در راه نماندند. در سفر قلعه اعلاترین 500 شتری که در زیر دستی کاروانباشی وردانزی جمع می شوند این شترهای منند. بسیار خوب، من ندانستم، میبخشید. این سال غارتگران قزاق بسیار شدن میگویند. در این بابت تیاری کاروانباشی چگونه است؟ کاروانباشی بخارا 5 جزایر و 25 نفر جوان پرقوت حاضر کردند. در زیر دستی کاروانباشی ما هم 3 جزایر و 20 نفر جوان تیار شده است. غیر از اینها به دستی هر کدام از بایها هم 1 دانه 2 دانه میلتیق و تپانچه هست. من هم در همین هفته بخارا رفتنی هستم. اگر راست آید یگان میلتیقی خوب به دست در آورده میارم. در واقع قریب بود که فراموش کنم. از بخارا به نام کاروانباشی 1 خط آمده بود است.
همین را به بای نشان ده گفته به من داده فرستاده بودند. مرحمت. به کاروان باشی تومن وردان زیب به جناب محمد عظیم بای کاروان باشی. پس از دعای فراوان و سلامی بی پایان چنان رسانیده شود که همین روز با کاروان خیوه به سرای ما بسیار غلام بچگان و کنیزکان آمدند. بیشترین اینها ابروکمان، مرچمیان، پیستدهان، صدفدندان، گل خندان، سروی روان، ماه تابان، آفتی جان نامی روانند. اگر غلام و کنیزی در کار باشد از بازار نمانید. بنابر قدردانی به افاده کرده شد. ادعای اجاره داری سرای پای آستانه اکرم با. بسیار خوب. من یگان غلام بچه خریدنی بودم. اینقدر به مقصدی من موافق آمد. همین شب شبانه یا سحری بر وقت برآمده می روم. خیر نباشد بای دادا. با کاروان باشید سلام رسانید. البته. سلامت باشید. نبی پالوان. تا از بخارا گشت آمدنی من تو کارهای پخته کشی را تیسر کنم. پخته های تازه شده را تای بندان. خوب. هر کسی که خوزه بیارد برکشیده نگیر. خوب. خودم آیم. خوب. برکشیده میگیرم. فهمیدی؟ خوب. نبی پالوان رفت و بای هم به سفری بخارا تیاری دیدن گرفت. رخصت عالی شرفی صدور یافت. بازار سر شد. چنان که اسبها را قشو جاروب کرده به آنها زین و ابزال نو زده و یالپوش نو انداخته به بازار برارند، غلام و کنیزان را هم با لباسهای تازه زینت داده برآورده در تحت ایوان سرای قطار کرده نشاندند. دو کس از اهالی بازاری بخارا با یک شخص که در تن خود لباس نیم رسمی داشت و میانش از روی با فوطه‌ای سفید بستگی بود از در سرای در آمدند. همراه اینها یک زنی جوانی تخمیناً 24-25 ساله روی کشاده هم بود که یک طرف رویش با لطه چیرکین بستگی بوده. از چشم و ابروانش علامت پیشتر زیبا سیما بودن او نمایان بود. یکی از آن دو آدم بازاری به شخص نیم رسمی کاروانباشی در زیر شیپنگ با سهولت نشسته را با دست خود نشان داده گفت: انا همین شخص است. شاید ساخت کرده باشید. نه، خودش است. فقط فرق در همین جاست که وقتی که پدرمون جهانآرا را از این آدم خریده بودند ریشش تماما سیاه بود. حالا در ریشش یک تار دو تار سفیدی پیدا شده است. من هنوز نامش رو هم فراموش نکردم. این شخص محمد کریم بای نام دارد و خیوگی است. خودش. آدمی نیم رسمی به آن زنی جوانی نیمه رویش بسته نگاه کرده. جهانآرا، آیا خودت میشناسی؟ صاحبی اولینت همین است؟ همین است. اما از برای خدا از شما خواهش میکنم که مرا باز پس به این کس نفرشید. این آدم بسیار ظالم است. وقتی که مرا از ترکمنان خرید و خواست به من نزدیکی کند، اما من سر نفرآوردم. مرا چار میخ کرده، زد و به همان حال به من نزدیکی کرد. پس از آن هر شب مرا به یکی از عملداران خانقی و یک شبی میفرخت تا وقتی که مرا از خیمه به بخارا آورد.
حال همین بود. پس از بخارا آمده فروش یافتنم مال یک کس شده قدری آسوده گردیدم. در هر حال این آدم حالا آن آدم شما میگفتگی نیست. معلوم می شود که این آدم حاضر یکی از عملدارانی در بار عالی شده است. خر همان خر است، پالانش دیگر شده است. اکرمبای اجاره‌دار که هنوز در پیش کاروانباشی نشسته لطیفه گویی میکرد، آوازی جنجال آمیزی آدمی بازاری را شنیده به طرف وی نگاه کرد و در قطار آنها آن آدم نیم رسمی را هم که ملازم قاضی کلام بودن او را میدانست دیده به کاروانباشی گفت: من یک خبر گیرم که اینها چی جنجال دارن. چی گپ؟ جنجال خشک دعوای نان قاق. چرا جنجال خشک و دعوای نان قاق بود است؟ یک جنجال 50 طلایی است. 4 سال پیش از این پدرمان همین کنیزک را 50 طلا خریده بودند. بعد از 2 سال پدرمان بندگی خود را به جا آوردند. این کنیزک به ما 2 برادر به میراث ماند. ما این را به صاحب نظربی 52 طلا فروخته پولش را تقسیم کرده گرفتیم. پس از چند وقت برای این کنیزک گلفشان برآمده است. صاحب نظربی کنیزک را به ما آورده سودا را اقاله کردنی شده پول خودش را از ما طلب کرد. ما قبول نکردیم. فروختیم، پس نمیگیریم گفتیم. او گفت گردم اگر کسی اسبی را از کسی بخرد و آن اسب شبکور باشد یا بدنام برارد، حق دارد که اسب را به صاحبش گردانده دهد و پولی خودش را گیرد. تقصیرن همین خیل. این کنیزک را هم که یک مالی 52 طلا است علت پیدا شده است. باید شما باز پس گرفته پولی مرا دهید. گردم دهید البته. اکرمبای سخن آن آدم را برید. شما به کسی یک کنیزک فروختید، آن ایدور برآمده است. خرنده طلبی اقاله کرده است که جنجال به سر من چی دخل دارد؟ هنوز سخنی من تمام نشده است. این جنجال با آن آدم که در زیر شپنگ شما سوالت کرده نشسته است دخل دار است. صاحب نظر بی به دعوای خود از علما روایت محضر گرفت. شخصی بازاری در اثنای سخن خود به کیسه بغلش دست زده از آنجا یک روایت محضر را به اکرمبای نشان داده دوام کرد. با این روایت محضر ایشان اعلم و 3 مفتی دیگر مهر خود را پخش کردند و مضمونش این است که اگر کسی مال را از کسی بخرد و در وی عیبی حاضر شود که در وقت خریدن او آن عیب معلوم نباشد، خرنده حق دارد که آن مال را گردانده پول خود را پس گیرد. اکرمبای روایت محضر را از دست آن شخص گرفته از نظر گذرانید و پرسید: نام تو چیست؟ نیازبای. سفربای کیست؟ برادری من این آدم. از این روایت محضر چنین معلوم می شود که یک شخص برای اقاله کردن سودای کنیزک به نیازبای و سفربای، یعنی به شما برادران دعوا کرده است که این کار به جناب اشقاباشی چی دخل دارد؟ حالا هم سخنی من تمام نشده است. صاحب نظربی به امیر عرض کرده موافق روایت محضر خود به نام ایشان قاضی کلان مبارکنامه گرفته ما را به قاضی خانه کشید. ایشان کلان به فایده او حکم کردند. ما 52 طلای سرخ داده کنیزک را بازپس گرفتیم و من به جناب ایشان قاضی کلان عرض کردم پدر ما همین کنیزک را از کسی گرفته است، مگر در این میانه ما میسوزیم. گفتم. ایشان کلان مرحمت کردند. آن کسی را که این کنیزک را به پدر شما فروخته است یابید، پول شما را از آن کس رویانده میدهم. گفتند. ما امروز آدم خود را در سرای شما یافته به جناب ایشان قاضی کلان عرض کردیم. ایشان کلان به ما ملازم خود را همراه کرده فرستادند. اکنون این آدم یا پول ما را داده کنیزکش را پس میگیرد یا قاضی خانه رفته جواب میگوید. مرا کشید یا زنده و زار به مزارم گیرانید، اما به دست این آدم نسپارید. وقتی که شما به ایشانی کلان عرض کردید به یک غلام جلاب دعوا داریم گفتید. اگر می گفتید که دعوای ما به کاروانباشی خیوه است،
که او با مرحمت عالی عملدار شده است هیچگاه عرض شما را نمیشنیدند. حالا هم باشد خدمتانه مرا دهید و از پس کار بیچارگی خودتان بروید. شما به این آدم پنجه انداخته نمیتوانید. ها کاروانباشی باشد عملدار شده است شورنگ گیرد. به ما چی؟ ما حق خود را طلب میکنیم. وقتی که کاروانباشی در میان سخنهای نیازبای کلمه های کاروانباشی عملدار را شنید، فهمید که این جنجال به خودش دخلدار است و آواز خود را بلند کرده پرسید: اکرم بای لبای چی گپ است؟ هیچ گپ نی ما خودمون پسنده میکنیم. معلوم میشود که این جنجال به من دخل دار است. اینجا بیاید به من فهمانید، خودم جواب میدم. اکرم بای با ملازم قاضی پیش کاروانباشی رفت و واقعه را حکایه کردند. کاروانباشی با شنیدن این سخن آنها همیان خود را کشاده از وی 5 تنگه برآورده به ملازم داد. انا این خدمتانه شماست. حاضر اینها را از نظر من دور کنید. اگر پس از این لب کشایند من دعوای حقارت کرده خودم به جناب عالی عرض میکنم و اینها را جزای سخت میدهانم. ملازم و اکرم بای نیازبای و سفربای را از دروازه سرای برآورده پیش کردند. اما طبیعت کاروانباشی گرفت کرده بود. بشره او به نظرها مانند ابر سیاه می نمود. لیکن فرق در اینجا بود که اگر از ابر باران بارد، از پیشانه این اندوه، غضب و دشنام می بارید. کاروانباشی در زیر شیپن سر خم کرده خاموش می نشست. اکنون لطیفه ها و شیرین کاری های اکرم بای هم به وی تاثیر نمی کرد. در همین وقت یک آدمی کمریش میان سالی بلند قامت لاغرندام از دروازه سرای نمایان شد. انا این آدم عبدالرحیم بای نام کلچه شافر کامی است. خودش آدمی درست. به این معامله نرم تر کنید. این آدم از بازار خشک نمی براید. کاروانباشی پس از آن که به عبدالرحیم بای با گوشه چشم نگاه کرد: درست. عبدالرحیم بای خیلی وقت بازار را دور زده گشت. غلام و کنیزان را از نظر گذرانید. اغواهای غلام جلابان را شنید. روحی بازار را فهمید، اما به یگان غلام یا کنیز طلب نشان داده بها نپرسید. تنها به یک نفر غلام بچه 7 ساله گاه چشم انداخته می ماند. بیاید اکبای من همین بچه را دید. نه نمیگیرم. دلم گواهی نمیدید. اکبای برای اندک پول اینقدر سختی نکنید، یا اگر سوزد همین 30 یا 40 تلاتون بسوزد. اگر اکبای طالعتون تازد این بچه به دست شما تربیت یافتد تا آخر عمرتان از خدمتش بهره میگیرید. مگر چشمانش رو نمیبینید؟ اکبای نگاه کنید مانند چشمان آهو بازی میکنند و چگونه زیرک بودنش از نگاههایش معلوم است. گیرید اکبای. دلال به چشمهای بچه با دقت نگاه کردن بای را دیده امیدوارتر شده به بچه نگاه کرد. خس کنید بچه، خس. بارکالله بچه. من همین آفتابه از آب پر کرده بیا. کنید بارکالله بچه. رفتارش را بینید اکبای. مانند طاووسی جنت میخیرامد. حالا من از حسن و جمالی این بچه به شما گپ نزدم. در وقتهای 15-16 ساله شدن این بچه اگر طالعتان تاخته جنابی عالی به سیاحتی تو من برایند و شما این بچه را برای کابی عالی پیشکش کنید،
از آبرویی که کاروانباشی خیوه یافته است زیادتر آبروی خواهید یافت اگه بای. نام این بچه را شنوید؟ نامش نیقدم است. نیقدم یعنی نیقدم گفتن است. درست است. میدونید اما با غلام کرده خریدن یک سومی بچه شریعت را نمیده. یک بچه میخرم گفته پول زکاتی خودم را در راه حرام صرف نموده. این گناهکار شدن را نمیخواد. دلال که همه هنرهای کسب خودش را میدانست با این جوابی بای دم نشد. بچه را که آفتابه را آب پر کرده آورده به جای خود نشسته بود نشان داده. با این خودتان گپ زده بینید که کجای این سونی است. زبانش زبانی گجیر قزلبان است. دلال که با این سخنهای آخرین خودش به سبب شرمیدن قدر نرمیدنی بای را دید از دست او گرفت و به طرزی که گویا او را کشاله می کرده باشد به پیش کاروانباشی برده با او واخوردی کنانید. این کس آدمی صاحب دولتند. این کس نرخ هر یک مال را به خوبی میدونند. اختیار به دست خودشان است. هر چیزی که دهند یک غلام بچه را از این کس دریغ نمیداره. شد خیلی نباشد از میانه من برم. همین بچه یک مالی 100 طلایی باشد هم جناب کاروان باشی گذشت کنند. شما 60 طلا دید. 60 طلا. اگه دلال نمیشود گفتم که آخر برادرمان بای پولی ندهند هم ضرر ندارد، لیکن پس از آن که پول دادن میخواهند باید به هر حال موافق ارزش آن پول دهند. پگاهانی من همین غلام بچه را به 70 طلا نفروختم. انا بیایید. خوب گوید. اگر از همین سودا خیر نبینید مرا دعایی بد کنید. نه خوب نباشد شما 50 طلا دید اکنون راضی هستید؟ نه خودتان بگید آخر یگان چیز دادن میخواهید یا نه؟ خب نباشد 40 طلا دهم. نه نمیشود. اگر لازم آید این بچه را کشته میپرتایم، اما به این مبلغ ها نخواهم فروخت. خب نباشد کاروان باشی نفروشندم. من این بچه را فروختم. برای یک غلام بچه کاروان باشی سخنی مرا در زمین نخواهند ماند. روید پس از پول برآورده شمرده دادنی بای باز دلال هر دو دستهای خریدار و فروشگار را با پول به هم پیوند داده سودا را تماما مستحکم کرد. شما از پول و شما از غلام، از همین غلام بچه برکه بگیرید. بارکالله. سودا تمام شد. 40 طلا از آن کاروان باشی و نیقدم مال عبدالرحیم بای گردید. دلال 2 تنگه از بای و 2 تنگه از کاروان باشی گرفت. اکنون جنجال به بالای لباسهای بچه سر شد. کاروان باشی به بای رو آورد. لباس آورده به بچه پوشانید و لباسهای مرا از بچه کشیدم به آدمی من سپرید. شما یک آدمی عجیب بودید که با مانند شما یک سوداگری غلام این گپ نمیزیبد. اگر از بازار به 10 تنگه یک خر را خریده گیرید و را با 2 گز ریسمانش میدیم. من 40 تنگه طلای سرخ داده یک غلام بچه خریدم، اما شما میخواهید که او را به من لوچ کرده دید. من از قدرت شرمنده این سودا را کرده بودم. اگر شما شده باشید من هم به ثواب اخاله راضی هستم. حسابی این کار را بیابید. کاروان باشی بچه را به شما لوچ نخواهند سپرد. رو لباس های کهنه بچه را بیار. آدمی کاروان باشی با اشارت و رخصت مخفی خوجین خود رفته لباس های کهنه بچه را آورد. دلال از تن نیقدم لباس های تازه را که برای زینت داده بازار در آوردن به وی پوشانده بودند
کشیده گرفته لباسهای کهنه اش را به وی پوشاند. رویتان هر دویتان هم برکه یابتانی. با همین بچه بدبختی که 2 ماه در زیر لباسهای پوسیده، دریده و بدبو شده کوه، دشت، صحراها را طی کرده آمده تنها 2 روز باز روی پوشاک تازه تر را دیده بود، مجبور شد که باز در زیر همان بدبوی ها و چرکینی ها درآید. مهمانخانه عبدالرحیم بای به طرز نیم تاتاری آراسته شده بود. بای تاتار از بالش تکیه کرده نشسته اش آرنج خود را برداشته، استکانی در پیشش بوده را که چایش قریب سرد شده بود با 2 هورد تماما نوشید و استکان را به طرف سماوار تیله داده به طرف بای نگاه کرد. عبدالرحیم بای بر بالای پیری جسمانی خود مگر به یک رنگ شکستگی روحی هم گرفتار بود که به اندیشه فرو رفته به طرف مهمان خود نگاه نمی کرد، حتی نگاهی به طرف خودش کرده بای تاتار را هم نمی فهمید. باید که برای ما را این گونه عزت و حرمت کرده ضیافت نمودنتان رحمت میگوییم، لیکن چرا گپ نمیزنید یا مگر خوابتان آمده است؟ دنیا تمام شد. مملکت را روز گرفت. اکنون زبان آدمان مسلمان به گپ و لبش به خنده چگونه می رود؟ همین طور. همین. از جهت قدم نهادن کافران به مملکت مسلمانان، چنگ زدن یک دولت غیر دین به دولت اسلام، هیچ یک مسلمان اندوهگین نشده نمیتواند. این درست است، لیکن به تقدیر خداوند راضی نشدن و از سرنوشت شکایت کردن هم کار آدمان مسلمان نیست. آره، با قضا رضا شدن در کار است. درست گفتی حضرت، درست گفتی. مادام که به این مملکت ها قدم گذاشتن کافران با تقدیر خدا بوده است، مادام که به تقدیر خدا مقابل ایستادن کاری بنده مومن نبوده است، آن به که ما این گونه چیزها را به حکمت الهی حواله کرده درباره کارهای خودمان گپ زدیم. به فهم من تا این جاها پهن شده آمدن دولت آق پادشاه برای کار سودای ما خیلی موافق است. شما سوداگران قلعچی در زمانهای پیش مجبور بودید که مانند یک لشکر جنگی مسلح گردیده به سفری قلعه برآیید. حالا از دشت قزاق که در سایه دولت آق پادشاه آرام شده است، می توانید تنها گذشته به سفری قلعه روید. نفقه اهل و عیال فرض است، کسب فرض است. پیغمبر ما کسب تجارت بهترین کسب هاست و تاجران اشرف خلق الله گفتند. بله. با وجود کافر بودن خود به سوداگران که اشرف خلق الله هم مرحمت کردن آق پادشاه خیلی عجیب است. تو ندیده ای حضرت، تو ندیده ای. اما من دیدگی های خودم را میگویم. باید تو در کتاب ها خوانده باشی که خدا فردا در روز عرصات از پادشاهان دین نمیپرسد، بلکه عدل میپرسد. عدل. حالا این کم است عبدالرحیم بایکه، کم است. اگر ما نبینیم فرزندان ما خواهند دید که در این طرف ها مانند اروپا راه های آهن کشیده خواهد شد.
سوداگرانی که حالا در یک ماه به زور تا آرنبورگ می روند در یک هفته به مسکو خواهند رسید. اما اینها برای سوداگران مرحمت خدا و عدالت آق پادشاه است. این چگونه عدالت است که آق پادشاهی تو به جناب عالی ما امر داده است که غلامان در مملکت خودش بوده را آزاد کناند و پس از این در قلمرو خود برای خرید فروش غلام راه ندهد. مگر این کار نسبت به غلامداران ظلم نیست؟ آزاد شدن غلامان چگونه ظلم می شده است؟ چگونه ظلم نباشد که مثلا من از 100 نفر زیادتر غلام و کنیز دارم. خوب که باشد یک قسم اینها خانزادی خودم باشد، قسم دیگری اینها را از 50 طلا تا 150 طلای سرخ داده از بازار خریدم. موافقی عدنامه‌ای که میانه جناب عالی و آق پادشاه شده است، باید من بعد از 12 سال همه این غلام و کنیزان خودم را آزاد کنم و از این مالهایم که 10,000 طلای سرخ می ایستند به یک بارگی جدا شوم. مگر به این کار طاقت کرده می شود؟ یکم که یک غلام به حساب میانه 100 طلا ارزش داشته باشد، اگر این غلام به تو 12 سال خدمت کند، این مبلغ در مقابل خدمت 12 ساله او سال 8.5 طلا می افتد. این مقدار باشد به مقابل حق خدمت او یک مبلغ ناچیز است و حالان که شریعت به هر غلام حق داده است که با سازش صاحبش به بدل خدمت 3 یا 4 ساله خود نفس خود را خریده بگیرد. درست است. این مسئله مکاتبه است. رحمت حضرت، رحمت. من همین طور با زبان ساده عوامی گفته بودم، تو با سخنی کتاب گفتی. انا در این صورت آق پادشاه با عهدنامه خود که با جناب عالی بسته است، از شریعت هم زیادتر به غلامداران عدالت و مرحمت کرده است. دویمان که مقصد از غلامداری خدمت اوست، غلامی که در تو 12 سال خدمت میکند و این غلام زمین، باغ، حولی، وطن هم ندارد، با آزاد شدن کجا خواهد رفت؟ خواه ناخواه او باز خدمتی تو را خواهد کرد و تو با این گونه غلام آزاد کنی هیچ چیز بای نمیدهی. سیوم این است که بسیار مهمش همین است که این تدبیر آق پادشاه برای اهل سودا و صناعت یک مرحمت بسیار کلان است. مثلا از این پیش اگر ترکمنان از ایران و افغانستان سال 500 غلام تاخته به مملکت شما آورده تخمینا 50,000 طلای سرخ شما را گرفته برده باشد، بعد از این و در سایه این تدبیر آق پادشاه از مملکت های مذکور به مملکت شما هزارها غلام یعنی دستکاری با پای خود و مفت خواهد آمد. البته این تدبیر آق پادشاه تنها برای من و یا تو نبوده، بلکه یک تدبیر است که منویت اکثریت اهل سودا و صناعت را به نظر گرفته کرده شده است. حالا تو برای تازه کردن پخته چقدرها مشقت میکشی. بعضمی این غوزه های امسال خریده گرفته در سال دیگر پخته می شود. سرمایت بیجا می خوابد. اگر در مملکت شما زواد پخته بینا یابد، غوزه این هفته خریده در هفته دیگر پخته تازه شده به مسکو فرستاده می شود. من در روسیه خود همین احوال را به چشم خود دیدم. در روسیه مثل مملکت شما این گونه یک تا غلام خری و غلام فروشی نباشد. هم در آن جاها موژیک ها قشلاق به زمینداران کلان بستگی بودند. این احوال را در زبان روسی کریپاسنای پراو می گفتند. تقریبا 10 سال پیش از این آق پادشاه موژیک های مذکور را آزاد کرد. با آنها اختیار داد که هر کجا خواهند بروند و هر کاری را که خواهند بکنند. از زمین های زمینداران کلان یک قسمی خرابش را بریده به موژیک های آزاد شده داد. به همین شرط که موژیک ها هر سال در قطار انداز یک مقدار پول به حساب زمین هم خواهند داد. انا در سایه همین تدبیر از قشلاق به شهر قوت کاری روان شد.
فابریک و زوادها با کارگران پر شدند. صناعت رواج یافت. بایهای کلان به این تدبیر ناراضی شده بودند، لیکن در حقیقت به آنها هم آنقدر ضرر نشد. زمین نابابشان را به موژیک فروختند. موژیک مذکور که شکمش از حاصل زمینی خراب سیر نشد و برای درستتر کار کردن اسباب درست هم نداشت، مجبور شد که با حق ارزان زمینی صاحبی سابق خودش را راند و باغچه او را گرداند، یا اینکه از آن خوجین زمین به اجاره می گرفت و مجبور می شد که قیماق مهنت خود را باز به همان صاحبی سابق خود سپارد. زمینداری کلان باشد، باز مانندی پیشتر شکمش را خاریده، عرقش را نوشیده، پولی برزیادش را به بانک مانده، پرسنتش را گرفته خوابیدن گرفت. بعضی زمینداران کلان باشند در حال خود را به سودا و صناعت زدند، مگزین ها کشادند، فابریک و زوال ساختند و از موژیک های پیشتره خود با راهی دیگر، فقط با راهی آسانتر فایده بردن گرفتند. مگر به ما لازم می آید که بر بالای کاری سودامون به زوادچگی هم درآییم؟ همینطور است، همینطور. به زوادچگی در آمدن لازم است. تو ندرایی، فرزندان تو خواهند درآمد. البته. لیکن برای زوادچگی و عموما برای کارهای کلان قوت شما نمی رسد. بایهای روس بایهای بسیار کلانند. در دست آنها پول بسیار است. با مقابل آنها شمایان کار کرده نمی توانید. آنها از بانک های زگرنیس هم با پرسنت های ارزان پول خواهند گرفت. شما در مقابل آنها کارهای کلان را کردن نمی توانید. برای کارهای کلان را کردن به شما تنها یک راه است. این هم باشد با تاتاران، یعنی با تعبیر شما گوییم نقعی ها یک شدن شما است. ما مسلمان، شما مسلمان. بله. اگر بر بالای همدینی همون کار سودا و صناعتمان را هم با هم گرفته بریم، با مقابل بایهای کافر کار کرده می توانیم. وگرنه بایهای عروس هم شما را هم ما را خراب می کنند. تو چقدر دیندار شدنی باشی شاه، چقدر نماز خواندنی باشی خان، با این پادشاه روس کار ندارد. برعکس دیندار شدنت را، بیشتر نماز خواندنت را و مردم را به دین خواندنت را میخواهد. این گونه باشد پادشاه روس نغز بوده است. با دیندار شدنمان و مردم را به دین خواندنمان مانع نمیشده است. مانع نمیشود حضرت. تو برای دیندار کردن مردم کوشش کردن گیر، لیکن در میانه های وعظ و نصیحتت به خوجین هایتان صادق باشیتان هم گفتن را فراموش نکن. فهمیدی؟ البته حق نمک برابری حق خداست. عبدالرحیم بای باز به اندیشه فرو رفته بود. بای تاتار بعد از قدر نگاه کرده ایستادن به سر خم شده او گفت: بای باسی اندیشه داره. مگر حالا هم برای آزاد شدن غلامانت غم میخوری؟ شما چیزی که گویید. هرچی هم باشد من از قدم گذاشتن عروس ها در این دیارها هیچ خیر و برکه را چشم ندارم. از آمدن عروس ها باز دین فتور رفت، خیر و برکه پرید، دستی سودا زیاده شد. مالهایی که از آنها ما پیشتر به یک دهی فایده میکردیم حالا به یک نیم هم فایده کرده نمیتوانیم. خب دانستگی تو در خودت، دانستگی من هم در خودم ماند. شب رفته بوده است، ساعت هم یک شده است. اکنون خوابیدن در کار است. هنوز ساعت 12 نشده است گفت. ساعت تو پس مانده است. ساعتی من باید درست باشد. این را جناب بای از اورنبورگ آورده به من هدیه کرده. باید درست باشد. ساعت تو را از اورنبورگ آورده به تو هدیه کرده باشند. ساعت من از برلین با پولی خودم
از برای خودم خریده شده است. بایها چیز نغزشان را هدیه نخواهند کرد. این را دانستمان حضرت. امام عبدالرحیم بای و دیگران همگی خندیدند. بای تاتار هم خنده کنان کیسه اش را کافته از جایش خسته به امامی رفته ایستاده 1 سومی نقره داد. از دعا فراموش نکن حضرت. دولتتان زیاد شود. تشکر. امام پس از آن که در حق بای تاتار دعای دور و درازی کرد برآمده رفت. مجلس ضیافت هم پراکنده شد. شما قسم یکم رادیو سپکتاکل را از روی رمانی استاد صدرالدین عینی غلامان شنیدید. رول ها را ارتستان تئاتر اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی و ارتستان تئاتر دولتی جوانان تاجیکستان به نام واحدف اجرا کردند. موسیقی اعظم سالیف، برنده عبدالقادر منیازف، رژیسور مقدس رسولوه، رژیسوری آواز گلچهره لطیفوه، محرر حاکم بیگ حامیدف. این گفتار سال 1987 به لنته آواز ثبت گردیده است. پایان گفتار ادبی از سلسله رادیو تئاتر.